ماشین ارزون شده. آره ماشین ارزون شده، خدا رو شکر همه میتونن ماشین بخرن، از این ارزونتر هم انشالله میشه، ولی وقتی که میخواد گرون بشه یه شبه گرون میشه، وقتی میخواد ارزون بشه به مرور طول میکشه تا بیاد پایین. ماشین آوردن براتون استثنایی، پرادو 6 سیلند 2007 5 میلیاردی رو الان گذاشته صاحبش برای فروش 3 میلیارد و 800 میلیون تومان. یه گلگیرش با پالونیش رنگ فنی سالم، ماشین 6 سیلنده. بریم از فنی این ماشین براتون بگم، بیاین با ما باشین. پاتو که میذاری رو پدال گاز ماشین میخواد پرواز کنه. 6 سیلند 2 در اتاق سبک، موتور پرقدرت، استثنایی، ماشین نو، فنی و سرویس های ماشین کاملا همش انجام شده، جلوبندی کاملا نو، ماشین آماده سواریه. این ماشین دیگه فکر نکنم قیمتش از این بیشتر بیاد پایین. چرا؟ به خاطر اینکه 6 سیلندی دیگه وارد نمیشه. هر کی 6 سیلند بخواد باید این ماشین رو تقریبا رو همین قیمت ها بخره. ماشینش استثنائیه، واقعا سواریش عالیه و به جرئت میتونم بگم یکی از خوش قیمت ترین ماشینای 6 سیلندر تو بازاره. اگه دوست داشتین شماره میذارم براتون، با بچهای ما تماس بگیرین. وا چه سواری، چه اتاق بی صدایی، به به چه هندلینگ، آدم لذت میبره. فقط یه چیزیه بهتون میگم، خریدار این ماشین یادش باشه فاصله بین دو محور این ماشین کمه، به خاطر اینکه 2 دره و زود چپ میکنن اینا. پرادو 2 در 6 سیلند زود چپ میکنه، باید سر پیچا حواسش باشه. گاز که میدی پرواز میکنه. ارادت ارادت. خدا نگهدارتون دوستای عزیز من.